بنابراین قرضدارایی که پول نداسودیان کو به صاحبانش خرسند نشوید، یا صاحبی پول امروز گرفتن نمیتوند شما در دیگر جا قدرتی از شما کشیده گرفتن ندارد، شما خرسند نشوید، شما صاف نمیشید از وایتون نبخشن. روز قیامت همین قدر گناهایی کردگیش گردنتون میموند، هر ثوابی که دارید به او داده میشه. اول ثواباتون میگیرد، ثواباتون نرسد از گناهایی و آدم گرفته به گردنش پرتافته میشه. بنابراین آدمهای پولدار یعنی زکات به قرض بخشیدن که گریختن از زکات نیت نکنید، چون که نااهل های هم میبخشد. مقصدش هم همی ها که بیا جنگ و جنجال هم کرده نگردیم، هم زکات صاف دو طرف فایده، یک تیرو دو نشان به فکرشون. لیکن اینجا حقوقی بیچاره ها پایمال میشن، حقوقی بیچاره ها پایمال میشن. میدونم بعضی آدما تگاشنده جیپ ای پول گرفتگی از یک پولدار بانکرات شدم داده نتونستم حاجیکا پول نیست و آدم میبیاد از زکات میبخشه. از زکات پولی کلام وای. و اگر ما کمبغل ها تقسیم کنیم 200 300 400 عائله یک سال زندگیش میگذارد. برای همین احتیاط کنید تا که همین خیلی نشود. بله.